سلام خدمت شما عزیزان، امیدوارم حالتون عالی باشه. اومدم یه چند تا نکته راجع به مکافات بهتون بگم و سریع برم. خیلی‌ها درگیر اینن که از ما سوال میکنن چجوری با مکافات اساره‌گیری بکنیم که قهوه‌مون کرمای بیشتری داشته باشه. در واقع باید بهتون بگم هر چقدر قهوه‌تون دارک‌تر باشه، کافئینش بیشتر باشه، تو نحوه اساره‌گیری و کرمای بیشتر تاثیر مستقیم داره. نکات بعدیش اینه که شما بعد اینکه قهوه رو تو بسکتتون میریزین با چیزی نکوبونینش و سعی نکنین که حتی با ضربه زدن هم سطحش رو صاف کنه. با دست به راحتی صافش کنین و قبلش آب مصرفیتون رو سعی کنین یا ولرم یا جوش که مدت دم‌آوری رو کمش کنین. این کارا رو که انجام دادین راحتی میبندینش و با شعله خیلی کم میذارین روی گاز، خیلی کم هم متوسط. و نکته بعدی اینه که استفاده از این قاشق‌هایی که پشتش تمپر ماننده برای مکافات بیفایده است. یه سری معتقدن گذاشتن دستمال روی قهوه و قبل اساره‌گیری جواب داده. من استفادهش نکردم، ولی خب شما استفاده کردین میتونین برام کامنت بذارین. و گزینه بهتر از همه اینا میشه ایروپرس فیلترش که به راحتی میتونین بعد اینکه قهوه‌تون رو صاف کردین بذارین روی قهوه‌تون و بتونه فیلتر بهتری رو انجام بده برای کرمای بهتر. ما یه عصاره میگیریم و نتیجهش هم میبینیم. با ما همراه باشید. همونطور که دیدین موقع اساره‌گیری این فیلتر خیلی به ما کمک کرد، کرمای بهتری به ما داد و سطح بالای مکافاتمون هم تمیز بود. موقع شستشو یه چیزی که نباید یادتون بره اینه که این واشه ازش جدا نشه، خوب حواستون جمع باشه و سعی کنین زمانی که مکافاتتون داغ هست اونو نشورین، کمی سرد بشه بعد بشورنش که رنگش ازش جدا نشه. با امید دیدارتون، خیلی مخلصم.